سلام دوستان، امیدوارم که هر جای دنیا که هستید حال دلتون عالی باشه. بهترین ها رو براتون میخوام. شاید تا حالا خیلی شنیده باشید که برای جذب خواسته هاتون باید با کائنات همفرکانس بشید، اما هیچ کس بهتون نگفته که روش همفرکانسی با کائنات به چه صورت هست. من تصمیم دارم توی این ویدیو روش همفرکانسی با کائنات رو برای شما توضیح بدم. پس تا پایان این ویدیو خب ما در این روش از روش پرسشگری استفاده می‌کنیم. بنابراین لازم هستش که شما قلم و دفترتون رو بردارید، در یه جای ساکت و آروم قرار بگیرید و این سوال رو از خودتون بپرسید که من همین الان چه حسی دارم. حستون هر چی که هست توی دفترتون یادداشت بکنید. افکاری که به ذهنتون میرسه بنویسید. هر فکر مثبتی شما رو همفرکانس میکنه با کائنات و هر فکر منفی شما رو از همفرکانسی با کائنات باز میداره. بنابراین خودتون رو بابت افکار منفی که به ذهنتون میرسه ببخشید. اولین نکتهش این هست، خودتون رو بابت افکار منفی ببخشید. جلوی هر فکر منفی اینطور بنویسید که من از تو ممنون و سپاسگزارم که به من راه رو نشون دادی، به من نشون دادی که من چی رو نمیخوام. چرا؟ چون شما فکر منفی رو که نمیخوای، شما فکر مثبت رو میخوای. وقتی که افکارت رو مینویسی متوجه میشی که چه چیزی خواسته تو هست. بنابراین از اون فکر منفی تشکر کن، به این ترتیب اون فکر منفی از ذهن شما خارج میشه. در مرحله دوم این سوال رو از خودتون بپرسید که همین الان چه فکری حس خوب به من میده. اون فکرتون رو یادداشت بکنید و از کائنات تشکر بکنید بابت اینکه شما رو به سمت اون فکر هدایت میکنن. با این جمله شروع کنید، بگید که کائنات من از شما سپاسگزارم که من رو به سمت این فکر هدایت میکنید. بدونید که همیشه کائنات پاسخگو هست و پاسخ خواسته شما رو اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که کائنات برای این که ما رو به سمت اون فکر هدایت بکنه نیاز به انرژی داره و اون انرژی رو ما باید تامین بکنیم. حالا چطوری اون انرژی رو تامین بکنیم؟ الان بهتون میگم. ما یکی از احساسات خیلی قویی که در بدنمون وجود داره احساس ترس هست و ایگو یا ترس درونی در وجود همه ما وجود داره. خداوند متعال این حس رو در ما قرار داده برای اینکه در مواقعی که احساس خطر کردیم با استفاده از هورمون‌هایی که در بدن ما ترشح میشه بتونیم واکنش سریع انجام بدیم. اما در مواقعی که ما میخوایم خواسته هامون رو جذب بکنیم، ایگو یا ترس درونی با کمترین فرکانسی که داره مانع رسیدن ما به خواسته و اهدافمون میشه. حالا چیکار کنیم که فرکانسمون بره بالا؟ با استفاده از مانتراها یا جملات انگیزشی مثبت. هر روز صبح که بیدار میشیم باید با استفاده از مانتراها سطح انرژیمون رو ببریم بالا. وقتی سطح انرژیمون رو میبریم بالا، انرژی لازم برای فراهم شدن خواسته هامون رو به کائنات منتقل میکنیم و طبیعتاً اون خواسته رو دریافت میکنیم. داشتن حس خوب در طی روز و حفظ اون مهمترین نکته در جذب خواسته ها هست. من تعدادی از این مانتراها رو یادداشت کردم، براتون میخونم. ولی نکته‌ای که وجود داره، مانترایی که روی من حس خوب ایجاد میکنه ممکنه برای شما حس خوبی ایجاد نکنه و شما خودتون باید این مانتراها رو بنویسید. کاربرد مانتراها بر اساس یک اصلی هستش که آبراهام هیکس که در واقع کسی بوده که بنیانگذار عمومی شدن قانون جذب بوده بیان کرده و اون بر اساس باور هست. باور یک فکری هست که مرتب داره تکرار میشه. وقتی که ما یه فکری رو مرتب تکرار میکنیم تبدیل میشه به باور ما و در زندگی ما محقق میشه. حالا تعدادی از این مانتراهای صبحگاهی رو من یادداشت کردم، براتون میخونم. شما میتونید از همین ها استفاده بکنید یا میتونید مانتراهای مخصوص خودتون رو بنویسید. اولینش، بدنم در آرامش و ذهنم آسوده است. روزم را با تفکرات و انرژی مثبت شروع می کنم. من آرام و روشن هستم و مقاومت نمی کنم. یول خودم برای احساس خوب داشتن را
تایید می کنم. من عشق را تایید می کنم. من آماده دریافت عظمت و بزرگی هستم. من پر انرژی و الهام گرفته هستم. همه امکانات خلاقانه در دسترس من است. هیچ چیز مرا عقب نگه نمی دارد. من با ایمان و وضوح اقدام می کنم. من سالم، خوب و سرزنده هستم. امروز روز بزرگی است. امروز اوقات خوشی خواهم داشت. همه چیز خوب است. من تأثیرگذار هستم. اینا تعدادی از مانتراها هست که باعث همفرکانسی جسمی، فکری و عاطفی میشه. امیدوارم که این مطالب برای شما مفید بوده باشه و بتونید ازش استفاده بکنید. اگر این مطلب رو دوست داشتید ازتون تقاضا میکنم که حتما لایک بکنید، پیج رو سابسکرایب داشته باشید و به دوستان خودتون معرفی بکنید. در ادامه این ویدیوهای دیگه‌ای هم ارائه خواهد شد که در تکمیل مطالب این ویدیو خواهد بود. همگی شما رو به دستان پرتوان خدا میسپارم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.